بودن میان میگه دکتر صاحب زحمت میکشم مستری دارم لایق هستم، یک لوده خر خدا رو میگه سرما مقرر میکنه و من زیر دست از او کار میکنم، افسردهش میسازه. تو وقتی پاداش نگیری میفهمی. من چون پاداش از مردم نمیخوایم جگرخون نمیشم، من مسئولیت خود میدانم، ولی هر کس در افغانستان به اندازه من تلاش میکرد از زندگی خود از پول شخصی خود میگذشت، باز میدیدین چه افسرده میشد. تلویزیون طلو یک برنامه که طفلانه جور کرده به نام مکتب، میلیون ها شاید 10 میلیون دلار پروژه گرفته باشه تا بیشتر از او. ما بیترین درس‌ها از پول خود ثبت کردیم و یک نفر نمیگه خانه تابات هنوز دو میزنه. هر درس که انداختیم دو زده. تو رو به ریاضی چی، تو رو به فیزیک چی، کیمیا انداختیم در کیمیا دو خوردیم، در بیولوژی دو خوردیم. من چی احمق آدمی هستم هنوز افسرده نشده. بگشیدی و خود نمیپایی گرم استی بگو نمیپایی. مکتب شناختگرایی چی میگه؟ میگه علت افسردگی شیوه تفکر منفی است. وقتی منفی فکر میکنی افسرده میشی، یعنی باورهای منفی. مثلا وقتی من به درد دنیا نمیخورم، وقتی مهم نباشیم دیگه من چی به درد میخورم، میتونه نکنی تو اشرف مخلوقات است. چی پیام خوبی داشتن این دوستا. خطاهای شناختی که در سمینار قبلی 15 خطای شناختی رو صحبت کردیم، میتونه